саршумори чорвои калон дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Турсунзода 1900 сар ва чорвои майда 79351 сарро ташкил медиҳад. Барои ин миқдор чорворо беталаф ва хуб парвариш намудан дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 хоҷагидоронро зарур аст ки 28130 тонна хӯроки чорворо ҳам дар намуди дурушт ва ҳам ширадор захира намоянд. طبق معلومات‌های فوری به حالت 25 ایون سال 2024 در همه خوجگی‌های کشاورزی شهر 10800 تن خوراک چاروا جمع آوری گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 121% زیاد بوده 38% دورنما را تشکیل می‌دهد. جمعیت داروی مسئولیتش محدود اگروصنعت شهر ترسونزاده در اختیار خود 1000 گکتار زمین‌های کارم داشته از این شماره در میدان 260 گکتار برای خوراک چاروا یونوچقه کشت کردند. عین زمان در این خوجگی مرحله دومی دروی یونوچقه ادامه دارد که برای آماده نمودن خوراک درشت طریق تکنیک‌های معاصر صحوی فعالیت نموده ایستادند. علاقه دروی دومی بیده است که ما ذخیره تربیده رو علاقه به قریب 4000 تن رساندیم که باز دوام دارد. چخیل که دوره اینوواسیا هست، تکنیکایی که ما داریم یک تکنیک چند کار رو اجرا میکنه. من همین تکنیکی که دیده ایستاده هم مکدون جمع میکند، این من هم سینه جمع کرده ایستاده است. این چنین باز تکنیکی داریم که یک بار هم بیده رو زمین رو کارکرد میکند، جویک میکشد و بیده رو میچوشد. تکنیک‌های پراقتداری صحوی امکان دارند تا در یک ردیف یکچند عمل را اجرا نمایند که این کار خوجگیداران را به مراتب آسان می‌نماید. در برابر این حال جمع‌آوری غله با مرام جریان دارد. کشاورزان جمعیت دارای مسئولیتش محدود اگروصنعت در زمین‌های کارم آبی نوع‌های گوناگون گندم را کشت کردند که حالا ثمره خوب دارند. از جمله گندم نوعی گراف در این میدانی غله‌زار کشت شده بود که اکنون از هر گکتارش 70 سنتنری حاصل جمع آوری نموده ایستادند. پایه های گندم نیز برای ذخیره خوراک چاروا آماده کرده می شوند. 200 گکتار حساب غله داریم. بغیر از این باز 100 گکتار جو کردگیم. اینچنین حاضر 200 گکتار مکسیلوس برای خوراک چاروا ذخیره میکنیم. بغیر از این قریب 70 گکتار میدانی داریم که برای مکدون، اینم برای خوراک چاروا نشنمویش من خوب است، رفته ایستاده است. نصف زمین های رو درو غله دانگی رو درو کردیم که از زمین هایی که آبی بود لیکن بارشات نبود و نبود از اون زمین ها حساب میونه 40 سنری. من از زمین هایی که شما دیده ایستاده اید دروی غله رفته است که حساب میونش 70 سنری زیادتر حاصل گرفته ایستاده ایم. برای پرورش خوب و به مشکل گذرانیدن دوره تیرماه و زمستان سالهای 2024-2025 خوجگیداران را ضرور است تا از باد و هوای مساعد استفاده برده هرچی بیشتر خوراک چاروا را ذخیره نمایند. زیرا با امکانیت‌های فراهم گردیده و فراوانی محصولات خوراک چاروا در صحرا میتوان طلبات خوجگی را با ذخیره خودی تأمین نمود. فریدون صبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسونزاده. اخبار.